یعنی من حاضر بودم لوات گروپ نقی معمولی با رحمان رحیم رو ببینم ولی این برنامه کیری رو نبینم. به درخواست شما فقط ببین الان یه 20 دقیقه دیدم این برنامه رو در کون دندون در آورده از هرس کیری. بریم ببینیم این کسکشا چی ان. و بچه‌ها نظرتون راجع بابا خار تو گاییدم این پریسای پرنساره، این پرنساره، اینو من چند بار باید چغ زدم. پرستو ساله یه مراقبه، اینو از کجا پیدا کردی آوردی کسکش؟ نگار چند بار به من گفتش که بیا ما با هم ریل بزنیم اینو بسوزونیم اونو بسوزونیم. من برای سوزوندن کسی نمیخوام با کسی. من بهش گفتم من یادم یعنی یه هواپیما من داشتم با این هواپیما از روی این جزیره کیری عشق ابدی رد می‌شدم، از بالا بمب کیر مینداختم، همتون با کیر خفه شید کسکشا. کلا کار مدلینگ انجام میدی؟ نه کلا کار مدلینگ مدل کدوم مدل خال کسه؟ کیرم تو اون کمپانی که تو توش مدلی. خب مادرتو گاییدم. صحبتیشو گفتم. ببینید پرستو صالحی تو سایت آگهی ترکیه آگهی زده گفته به یه مش هموطن کیری تخمی نیازمندیم. بعد این خارکسا رو دور هم دیگه جمع کردن. و بچه‌ها نظرتون راجع به پریسا چی بود؟ دختر باحالیه، یه ذره با هم صحبت کردیم، فکر کنم میتونم باشه ارتباط بگم، مثلا مشترک زیاد. ببین اصلا حرف زدن نگاه کن، معلومه این 50 تا کیلو قید میکنه همزمان با خودش. خار مادر تو گاهی پرستو صالحی انا رو کجا پیدا کردی آوردی؟ نوک پسونی یارو معلومه. کی کسکش